سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه از کانال فرزاد تایر و امروز قراره با هم دیگه بریم و ماینکرافت بزنیم. و باید بهتون بگم که اگه از این اپیزود استقبال بشه شاید اپیزودهای بعدی رو بذاریم و اگه لایک کنید ویدیو رو و همینطور چنل من رو سابسکرایب بکنید خوشحال میشم. و ما رو که رفتیم سراغ ویدیو، لیتس گو. ورلد که از قبل ساخته بودیم، از اونجایی که یه بار اینو رکورد کردم ولی خب دوباره مجبوریم رکوردش بکنیم. این سیدشو برداشتن و حالا نمیدونم شاید بعضیا خوششون نیاد ولی خب سیدشو برداشتن چون سید خیلی خوبی انداخته بودیم، بغلش ویلج بود، گفتم حیفه. سیدشو برداشتم رو همون بریم ادامه بدیم دیگه. و اینکه آره این حرکت‌های خفنی زده بودیم اتفاقا ولی خب متاسفانه نشد که بشه دیگه. رکورد شد ولی خیلی نویز داشت، هنوزم داره و البته یه ذره نویزشو کمتر کردم، بهتر شده. ما هیچ وقت دروغ نمیگم، من یه بار این سیدو پلی دادم، خاطر همینه که یک چیزاشو شاید الان بدونم. برام یه اقلیم برفی داریم اگه اشتباه نکنم، یه تیکه خیلی کوچیک اقلیم برفیه. اینا رو جمع میکنیم. صفر رو این پایین انداختم. خب آقا ما یه مقدار چوب داریم، الان چوبا رو برمی داریم میذاریم اینجا، همه رو پلنک میکنیم، یه کرافتینگ تیبل علم میکنیم. من همه این حرکت ها رو از قبل زدم، متاسفانه الان من باید دوباره برم این کار انجام بدم. آیا این گلمو یه ذره با دقت انگل کنیم، مشکل داریم دهنمون رو سرویس میکنه. نه راست میگی؟ آخ نه درست انگلش نکردیم. الان با بریم اینور. بیا اینجا ببینم، بیا اینجا. این بازیکن از خطه آیا این گلم ها. خب الان دیگه درست میتونیم انگلش کنیم. بیا الان باید چی کار کنیم؟ اوکی من زخم خورده این آیا این گلم های لعنتی هم. یه بار دیگه هم همین کار رو با من کرده بود توی یه اپیزود قدیمی ماینکرافت. دنبال چی بودیم الان؟ بذار من برم اینجا رو لوت کنم. درست لوت هم نکردم، هرچی هست و نیست همه رو برداریم. چی میخوایم اگه گفتیم؟ الان ما کرافتینگ تیبل رو دوباره علم میکنیم. ما اینجا یه دونه باکت میسازیم. شاید بگید چرا باکت میسازی؟ باکت میسازم دیگه، دلم میخواد. الان میفهمیم. یه دونه آب برمیداریم، حالا میریم اونور که قراره لاوا پیدا کنیم. به ببینید چی پیدا کردم. البته ما اول سنگ میخوایم، یادم رفته بود. آخ دستم میخواد، آب میسپارم. این اقلیم کلا اقلیم خیلی خوبیه واسه پیدا کردن آیر. خب یا چه اقلیمیه؟ من نمیبینم، این همه نوشته است که من یادم رفته اقلیم رو کجا میدیدش. من کدو میبینم، کدو. باورتون نمیشه من چقدر کلنجار رفتم تا یه راهی پیدا بکنم تا این دوربین لعنتی رو من یه جایی بذارم. و الان اگه بهتون نشون بدم پراتون میریزه. تنها چیزی که به ذهنم میرسید این بود که این پایه گیتارم رو بردارم بکنم تو جونش و پایه گیتار رو بیام وصل کنم اینجا و بیام روش یه بند کفش ببندم و این گوشی الان رو بند کفش سفیر بلبلی هیج قلبی الثملی. ضمن اینکه من یه وای تی پی ساختم، اگه خواستید برید حتما ببینیدش، واقعا ویدیو قشنگی شده. من سر ساختن این وقت گذاشتم با ویو بخوره. این اسبا رو من بعدا میام ترتیبشون رو میدم. من اسبا رو اگه نمیدونستید میکشم که ازشون چرم بگیرم. خیلی آدم سنگدلی ام مگه نه؟ من به این باورم که ما آدم واقعا موجودات عجیبی هستیم. توی کشورهای اینوری کلا کشتن گربه، آسیب زدن به گربه و سگ کلا یه چیز خیلی غیر قانونی و خیلی چیزیه، تو نمیتونی کار انجام بدی. ولی در عین حال تو اگه یه مثلا گاو و گوسفند رو بکشی اینجا کسی باید کاری نداره، ولی خب گربه هم حیوانه، گاو و گوسفند هم حیوانه دیگه. چجوریه که اون غیر قانونی ولی این غیر قانونی نیست، مثلا بخوای بکشیش بعد بری بخوریش مثل چینیا. بعد اینا به اونا میگن بیرحم، سنگدل. در این حالی که مثلا دوتاشون دارن حیوونا رو میکشن. اینجا بعدش باید شروع کنیم به کندن
خاک به اندازه کافی جمع کردیم، ولی الان چیزی که کم داریم یه چیزه، اونم دوباره بیل میکنیم. بیلمون هم دوباره ساختیم. چند تا شد؟ 1 2. بیل دیگه هم اگه بسازیم بد نمیشه. A few moments later. خب کاری که الان باید بکنیم اینه که تا میتونیم بریم بالا. این دفعه قشنگ با دقت میسازم. الان اگه گفتید باید چی کار کنیم، الان باید این پایین بذاریم. رو خود این نه، پایینش باید بذاریم. آها اوکی. الان یه دونم اینجا میذاریم. میفهمید دلیلش چیه الان. از این دو بر میذاریم. اوکی. الان ما چی کار میکنیم؟ الان یه دونه اینجا میذاریم، ولی باز یه دونه اضافه میذاریم. چرا؟ الان میفهمید چرا. چون این باید پلکانی بیاد پایین. این که زدیم میریم سراغ بعدی. بکپیم. یه دونه دیگه میسازیم و بعدش کارو تموم میکنیم. خب الان چی کار میکنیم؟ همین میریم بالا. یا خدا اینجا خیلی حساسه، شوخی بردار نیست واقعا. خب الان اگه گفتید میخوایم چیکار کنیم، لابا رو میذاریم این بالا. درست فهمیدید، ما قراره یه برج این شکلی بسازیم و این برج چجوری کار میکنه؟ اینجوریه که پلکانی میاد پایین و بعدش شما روش آب میریزید و بعد لابا تبدیل به کوبالتستون میشه و اینجوری میشه که شما یه برج گنده کوبالتستونی توی ماینکرافت خودتون ساختید. اینجا بر میذاریم واسه قشنگی. اینجا یه دونه اینجوری میذاریم. تموم شد آقا، کار تمومه، کار جمعه دیگه. خب الان ما باید چجوری بریم پایین؟ آبو میذارم اینجا. آب اومد پایین، برش میدارم. یه روش واسه پایین اومدن از سطوح پر ارتفاع. و البته اکسیژنتون هم باید حواستون باشه، خفه میشید. آب چرا نمیاد پایین؟ برم باز دوباره ویلیجرها رو بدبخت کنم، غارتشون کنم. اینجا رو وا کنیم. الان اینجا رو این حرکت رو میزنیم که یه دریچه مانند اوکیشه اینجا. اوکی. اینم از در که بعدن حالا یه دونه بذار همین الان اوکیش کنم. واسه این اپیزود دیگه فکر میکنم کافی باشه. بریم یه نمای دیگه از برج ببینیم. ببینید چجوری شده برج. یه نما از این ور ببینیم. امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه. ریزه‌کاریاشو دیگه اپیزود بعدی شاید انجام بدیم. شاید هم اپیزود بعدی بریم سراغ منابع و ریسورس ها. بریم مثلا آهن جمع کنیم، مثلا بریم چوب جمع کنیم، بریم ویلیجرها رو اوکی کنیم، آرمورامون رو اوکی کنیم. ممنونم که تا اینجا ویدیو با من بودید. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.